أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و یکی از نشانه های رحمت الهی بر بالای شما ای بندگان این است که برای شما از جنس خودتان زن آفرید و بین شما محبت و الفت و مهربانی را قرار داد. این نشانه هست برای آنهایی که فکر و اندیشه میکنند. در دیگر آیت الله ذوالجلال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله ذوالجلال به ما بندگانش امر میکند، فرمان میدهد، خطاب میکند که ای مردان با زنهاتان معامله و معاشرت خوب کنید و اگر از آنها یگان کاری رو بد دیدید شاید اون چیزی که شما بد میبینید و الله در اون خیر بسیاری رو پنهان کرده باشد. چه خیلی که مرد در بالای زن حق دارد و زن هم در بالای مرد حق دارد. یکی از حقهای زن بر بالای مرد این است که باید همیشه مرد با زنش معامله و معاشرت خوب کند، همیشه با او صحبت خوب کند و همیشه با او سخن خوب بگوید. در همه کار و رفتار و کردار همیشه باید مرد با زن خوش معامله و خوش صحبت باشد. همچنانه که مرد دوست می دارد که وقتی که آمد خانه زن با او خوش صحبت باشد و باید مرد هم در برابر این با زن خودش خوش رفتار و خوش گفتار باشد. در دیگر آیات می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی برای مردها هم واجب است که چه خیلی که زن با او معامله خوب میکند و اون مرد هم بر زنش معامله خوب کند. این حق زن بر بالای مرد است. و پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم نسبت عائله‌داری با زنهاشان خوش صحبت بودند، خوش رفتار و خوش گفتار بودند. همیشه در چهرهشان تبسم هویدا بود، با لطف و مهربانی با آنها رفتار میکردند و نفقه آنها را به قدر امکان یعنی ادا میکردند. حتی که با سخنانشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنهایشان را میخنداندند، یعنی با آنها شوخیای بی‌ضرر میکردند. حتی که در حدیث صحیح است که با مادرمان ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مسابقه دویدنی میکردند. در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حجة الوداع آخران حجی که کردند آمده است که گفتند اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما امتان را هشدار می‌دهد که از الله بترسید در بابت عائله داری، زیرا که شما آنها را از الله امانت گرفتید و فرجهای آنها را چی شما
به حق الله یعنی حلال گرفتید. الله برای شما نکاح حلال گردانید و برای آنها حق آنها بر بالای شما این است که رزق آنها را از وجه حلال و لباس آنها را از راه حلال و با طریق اسلامی مهیا بسازید. بسم الله الرحمن الرحیم. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. در این آیه کریمه الله ذوالجلال به ما میگد که اون زنهایی رو که شما رو نافرمانی میکنند اونها رو پند بدهید، موعظه کنید، امر به معروف بکنید، به خاطر ادب دادن و که به خاطر که بزن درس شود. اگر زنی که از شما نافرمانی میکند چند شب از جایگاه خواب زن دور خواب روید، یعنی پشت گردانده خواب رو، به خاطر که برای اون زن ادب شود. و بزنید زنها رو اگرچه شما رو گوش نکردن. یعنی زدن زن در تفسیرها میگد زدن نیست که این مقصد زن به او آزار بیاود و زن تنش سیاه شود و یکم جاش بشکند. اسلام قرآن به ما ایره اجازت نداده است. در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما همون مردی است که برای عائله‌داری در خاندانش خوش اخلاق و خوش رفتار باشد. در حدیثهای پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم ما میخونیم نگاه میکنیم که میگد که در حیات زندگیش یگام زنشون زدگی نیستن، یگان کنیزشون زدگی نیستن، یگان حیوان را آزار دادگی نیستن. و ما که خود امتی همو پیامبر میگیریم باید زندگی ما، رفتار و کردار ما مانند پیغمبرمون باشد. به خاطری که الله ذوالجلال میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چیزی که به شما پیغمبر داد بگیرید و اون چیزی که شما را منع کرد از او باز داشتید. رفتار پیغمبر، گفتار پیغمبر، کردار پیغمبر، خلق و اطوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما درس است در زندگی ما، در امور دینی ما، در امور دنیوی ما. دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. هر شخصی که به الله و به روز قیامت ایمان داره پس باید همسایش آزار ندهد. و استوصوا بالنساء خیرا. و میگم ما شما را ای امت برای زنداری وصیت خوب میکنم، یعنی با زنهاتون خوش رفتار باشید، خوش اخلاق باشید. فانهن خلقن من ضلع و ان اعوج شیء فی الضلع اعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته و ان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء خیرا. گفتند که با زنهاتون خوش رفتار باشید، خوش اخلاق باشید، با آنها سخنهای خوب بگین، زیرا که زنها از قبرغه کج شدگی است. یعنی زن آدم علیه السلام ماما حوا از قبرغه کج آدم علیه السلام شدگی است. این هم به خاطر اون مهربانی الفتی که در بین مرد و زن جا دارد. الله به همون خاطر از جنس خود انسان زن آفرید. در کتابا میگه اگر الله زن انسان از یک حیوان دیگر میکرد یا که از جن میکرد اون قدر محبت و الفت و دوستی در بینشون پیدا نمیشید. به خاطر محبت و الفت و دوستی زیاد شود بین عائله، الله از جنس خود آدم زن آفرید. و میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم
فانهن خلقن من ضلع، یعنی آنها از قبرغه کج شدند و کجترین جای قبرغه بالوش است. اگر تو بگی که من راستش میکنم، من میخواهم که راستش بکنم، میشکنیشه. اگر به حال خودش مانی، همون خیلی کج میسته. یک دیگری تونه برای زنداری وصیت خوب کنید. این است تعلیمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما امتان دادن. حضرت عمر رضی الله عنه یک روز میگه یک شخص نزدشان آمدن به خاطر از زندگی شکایت کردن. اون شخص نگاه کرد که زن عمر رضی الله عنه به طرف عمر رضی الله عنه یک سخنای بلند میگفت و اون شخص در حیرت موند. گفت من آمدم به خاطر که شکایت بکنم نزد امیر مؤمنین، این را ببین که زنش طرفش یعنی سخن میگه. و اون مرد خواست گشته برود که حضرت عمر رضی الله عنه او را فریاد کرد. گفت بیا چی میخواهی؟ گفت ای امیر مؤمنان، من خواستم از زندگیم به سوی شما شکایت بکنم، اما دیدم که زن شما به طرف شما سخنهای میگه اما شما خاموش هستید. حضرت عمر رضی الله عنه گفت گوش کن، این زن در خانه لباسات میشوه، یعنی لباسامون میشوه، خوراکامون پخته میکنه، فرزندامون همیشه نگاه و بین میکنه، در کارهای خانه همیشه فعال است، همیشه روز تا شب یعنی در کارهای خانه مشغول است. یک سخن گفت باید ما صبر کنیم. لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه زور اون نیسته، با قوت اون انسان نیسته که مقصد با دست و بازو، با پنجه و با مشت لغت زنش بزنه، سیاه و کبود کنه. و اون است مردگری، اون است جوان مردی، اون است مسلمانی که انسان نفسش در حالت غضب چی اداره بکنه، کنترل بکنه. و هر یک ما و شما یاد داشته باشیم برادران عزیز که وقتی که زن در روز نکاح آمدی عهد بستی، وقتی که در خطبه نکاح خواندن که 6 ماهی قمری به نفقه نگذار، قبول کردی. گفتن که به امر شرعی ضرب و لط ننماید، قبول کردی. پس چرا امروز به هر بهانه و به هر سبب به هر یک مشکلاتی اندکی زندگی میخیزین، زن میزنین و لط میکنین و تنش سیاه و کبود میکنین و یک مقصد اونا معین میکنین؟ در نزد الله این جوابگری داره. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن اتقوا دعوت المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب. از دعای مظلوم بترسین، زیرا که بین مظلوم و بین الله یگان پرده نیست. اگر چی در نکاح تو است، اما اون کنیز الله است، الله او را آه او را میشنوه. فکر نکن که تو یک عمر همه خیلی با قوت هستی و یک عمر در بالای زن زور هستی. اکثر از جوانای ما وقتی که از خانه می برایند، در مکتب، در جای کار، در کوچه، در بازار با زنهای بیگانه، با زنهای نامحرم صحبت خوش، وقت خوش، روی خندان، همیشه با تبسم صحبتهای گرم انجام میتیند. همین وقتی که خانه آمد از در داخل شد، قواقاش مندازه و طرف زن به سیاست، زور، به مشت لغت، به درشت سخنی. این نیست مردی برادرو. همون چیزی که در بیرون انجام میتی، زن حق دارتره که باید به زن انجام بدیم. وظیفه ما و شما بالای زنها این است که اونا را باید تعلیم اسلام بدیم. وقتی که خودمان تلفن در دست زن میتیم، وقتی که روز تا بگه را در نزد تلویزیون نشسته فیلم های سریال تماشا میکنن، وقتی که از تعلیم دین آگاهشون نمیکنیم، از قرآن و سنت با خبرشون نمیکنیم، وقتی که خودمان در شریعت پایبند نیستیم، وقتی که شبها در نماز خسته در حقشون دعای خیر نمیکنیم، وقتی که خودمان زنها را از حق حلال نخورانیم و نپوشانیم، پس از کجا زن ما اطاعت ما را بکنند؟ پس از کجا زنهای ما صالحه شوند؟ پس از کجا این زنها برای ما فرزندای سالم،
فرزندای صالح و صالحه به دنیا بیارن. پیامبر صلی الله علیه وسلم من کردگن که لا تضربوا اماء الله، یعنی کنیزهای الله را شما نزنین. زدنی که در قرآن میگه او زدن نیست که اون بازم میگیم که یک جاش بشکنی و یک جاش سیاه بکنی. اسلام به خودش حد و حدود دارد. همیشه باید ما و شما هر کاری که میکنیم موافق قرآن و سنت باشد. برادرای عزیز، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.